فکر کردی آیدله کره‌ای ناخن مصنوعی موقت میذارن؟ درست کردی. سلام به همگی. خب همونطور که قبلش خود محقق رو دیدید و ببینید موضوع حول محور چه چیزه. و خب من اومدم اینجا ذره بیشتر اطلاعات بدم و تستش کنیم. و اینکه سوال اصلیمون چی بود؟ اینکه آیدل های کره‌ای ناخن خفن بلند نگیندارشون دائمی نیست، چجوری اوضاعش، اصلا چی به چیه، اونا چی دوست دارن. آره دیگه ولی با هم ببینیم چی به چیه. الان برای ما 3 سوال پیش میاد که ما قراره دونه دونه با همراه سوال و جواب با هم دیگه بهشون بپردازیم. خب سوال اول اینه که آیا آیدل های کره‌ای همیشه موکاش دارن یا نه؟ این جوابش میشه گفتش که نه، همیشه کاش نداره. آیدل های کره‌ای اون چیزی که توی استیج از خودشون نشون میدن لزوما اون چیزی نیست که واقعیتشون باشه. یعنی مثلا هر روز همونجوری راه برن تو خیابون یا هر روز همونجوری استیج بزنن یا آرایش کنن. ولی خیلی از آیدل ها برای مثلا موزیک ویدیوشون، اجرای همین کنسرتاشون یا حتی فوتوشوتشون که مثلا هم مثل عکاسی مدل میمونه این کارو میکنن که مثلا هم جذاب و خفن باشن، هم مثلا متفاوت مثلا از ورژن قبلی یا مثلا ورژن دیگرشون باشن. اکثرشون هم از ناخنه چسبی حرفه‌ای که همون پرس نیل استفاده میکنن یا اکستنشن ژلی، چون هم راحت گذاشتنش، هم شیکه، هم که راحت برداشته میشه، ریموو میکنن. مثلا جوری نیست که مثلا بخوام بکارن پودر بذارن. اما برای زندگی روزمره معمولا ناخنه کوتاه‌تر و ساده‌تر رو انتخاب میکنن. اوه راستی شما قبل از این ویدیو چی فکر می‌کردین؟ فکر می‌کردین آیدل کره‌ای همیشه ناخناشون بلند خفن گنگه؟ یا نه نیستید؟ خود من راستش بخوای نمی‌دونستم. من فکر می‌کردم که مثلا اون ناخنه گنگشون حداقل 1-2 ماه میمونه. نمی‌دونستم مثلا میتونن بعد اجرا ریموو کنن یا مثلا راحت میشه برداشت گذاشت. سوال دوم، چون ناخنه بلند همیشه انتخاب خوبی نیست؟ وقتی بیشتر تحقیق کردم یه نکته برام خیلی جالب بود. اونم این بود که اونها تقریبا هر روز تمرین رقص دارن، تمرین اجرا دارن، بعد تمرینات مثلا کار با میکروفون دارن و هم باید لباسشون رو عوض کنن. مثلا اینا براشون یه کوچولو سخت میشه که مثلا هی بخون اون ناخونه بلند و خیلی مثلا خاص رو استفاده کنن. بخاطر این بیشترشون ترجیح میدن که ناخونه طبیعی مثلا تو حالت بیزی و همین کلقندی میگن چی میگن مثلا طبیعی طور باشه که مثلا کار باش راحت تر باشه. رسیدیم به آخرین سوال سوم. برخلاف چیزی که فکر میکردیم تو سال 2026 رنگ ناخونا یا اصلا کلا مدل ترند ناخونها به سمت مینیمالی و ساده تر رفته. مثلا رنگایی مثل هلویی، سفید شیری، نود یا مثلا بیبی پینک یا صورتی ملایم. ناخن خیلی بلند و خیلی شروع هنوز استفاده میشه برای بعضی از اجرا، ولی توی مثلا زندگی روزمره ما نمیبینیم اصلا، یا مثلا خیلی کم پیش میاد، مثلا 1 در 1000 یا 1%. راستشو بخیر نظر من، یعنی من مارال اگه مثلا 1 سال پیش بود من مثلا ناخنی بلند خفن مثلا طرح عجب غریب و دوست داشتم، ولی الان که فکرشو میکنم اگر هرچی ناخون ساده تر و شیک تر باشه بیشتر انگار به دل میشه. خب چالش نفته چی بود؟ ناخونه کره‌ای درست کنیم برای خودمون. حتی اون یه ذره سبک ناخونه کره‌ای هست، خب یک کوچولو باید مرتب بشه و این کجیاش برسه لپریاش بره و نفزم بریم ناخونه رو درست کنیم. هفته خودم زیاد تو ناخون درست کردن حرفه‌ای نیستم، ولی خودم تلاش میکنیم. خب من اینجا یه سوهان دارم، یه کاغذ برای این که ناخونه نریزه. اینم چبی قدیمی ناخلکا خیلی قدیمی، یعنی من اینو از بچگی یعنی از نوجوانی جمع میکردم، حتی بعضیشون خوش شده. حالا یکی اینه که به دردمون میخوره الان.
با سوهان شروع کنیم که اصلا اینجا هرچی در لپر شده. وای پاره شد. باورتون میشه این فانتزیا هیچی جای قدیمی و کلاسیکو نمیگره. بعدش دستا رو میشیریم میریم سراغ قسمت بعدی و نشستیم دست و اینه میخوایم سبک کره بریم یا این بیبی پینک یا همون صورتی روشن یا این صورتی. این بله شد اما لوک نایزدم کدوم نظر تو؟ فکر کنم این بیشتر تمو کارمو میخوره. کدوم نظرتون؟ به نظرتون کدوم قشنگ‌تره؟ 1 2 3 بین سه تا من حس کنم به تم این ویدیوی ما 2 یا 2 یا 3 بیاد بیشتر گرسه بین سه تا یعنی به جز این بچم بین سه تا این قبول شد و شدی ما اینو بکنیم نکنها میزنیم و میایم اینو مایز آخر کار تا کیوت شد تا خوب بوده ولی خب خیلی وقت بود لایک نیزد. اگه شما هم دوستید ببینید که آخر این 52 هفته چه تغییری میکنم خوشحال میشم همراه هم باشید. دست در دست من توی کامنت ها بهم بگید که دوست دارید درباره چه چیزایی الهی کنی مثلا ویدیو بگیرم یا مثلا اون انجام بدم یا اونو تست کنم. پس تا ویدیو بعدی هفته بعدی خدا نگهدار.